گنرال بازنشسته و سابق رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان سید انور کمالوف در یک صحبت با رادیو آزادی خبری از آژانسی ضد کروپسیا برکنار شدن پسرش امید کمالوف را تصدیق کرد و گفت حالا او در خانه در دوشنبه است. عین زمان در صحبت تلفنیش با رادیو آزادی سید انور کمالوف روز 27 اپریل متهم شدن پسرش در کدام جنایت و دعوت شدنش به بازپرسی‌های تفتیشات را رد کرد و گفت یک نافهمی شده است و اظهار امیدواری کرد که بعد سنجش همه پهلوهای قضیه آشکار می شود. وی گفت شخصا با مسئولین تفتیشات هم صحبتی داشته است و به آنها گفته است که اگر فرزندش کژرفتاری کرده باشد باید پاسخ دهد. امروز وی یک هفته پیش فرار کرده گفتن که شما فعال اسکر وای شوید برکنار بشوید. برای همین جور یگان گپ نیست. من گفتم که اگر همین فرزندی من باشه از خونی من باشه همین انشالله با هم را توضیح اینکه در خیلی بعضی سبب‌های وای دارد و همش میگذارن. اسم امید کمالوف در مطبوعات در میان چند کارمندان سابق و عمل کننده آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا ذکر شد که در دوام 2 هفته آخر گویا برای تقلب و سوء استفاده از مقام بازداشت شدند. منابع مختلف شماره بازداشت شده ها را در مجموع از 10 نفر بیشتر میگویند، ولی تا حال هیچ مقام مسئول در این زمینه اظهار نظر نکرده است. ضمناً سید انور کمالوف در صحبتش با رادیو آزادی روز 27 اپریل بازداشت شماره کلان مسئولان را رد کرد و گفت یک گروه بازداشت شده است ولی بازداشت 10 و 12 نفر درست نیست. رهبر سابق شورای امنیت تاجیکستان گنرال امیرقل عظیموف بازداشت دامادش کارمند آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا تاجیکستان فردوس نیازبدالوف را رد کرد و گزارش‌های مطبوعاتی را در این رابطه یک هنگامه نامید. نمیدونم وای برای چی نوشتن وای در کار است مرحمت وای تشکیلات دولتی به کار میکنه تشکیلات دولتی رغبت دارد مراجعت کنید مرحمت اونها سرگوجا بودگی وای کار بست من این عمیق میدونم. برادر فردوس نیازبدالوف علیشیر نیازبدالوف مفتش شعبه کارهای داخلی شهر خوجند هم در صحبت با رادیو آزادی روز 27 اپریل خبری بازداشت را یک دروغ و خلاف با معیارهای اخلاقی عنوان کرد و گفت که پخش خبر دروغ کاری نادرست است. عین زمان علیشیر نیازبدالوف تاکید کرد با کسی در این موضوع بحث و مناظره کردنی نیست، ولی تصدیق درست ادعای نزدیکان نیازبدالوف امکان ندارد، زیرا با وجود پخش خبر بازداشتش او در طول یک هفته با مطبوعات در تماس نشد و این خبرها را تصدیق یا رد نکرد. تلاش خبرنگاران رادیو آزادی برای پیدا کردن فردوس نیازبدالوف در اتاق کاریش بی نتیجه انجامید. در آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا خبر بازداشت نیازبدالوف را تصدیق یا رد نکردند. روز 26 اپریل رئیس آژانسی ضد فساد سلیمان سلطانزاده به سوال خبرنگاران آید به قضیه بازداشت گروه کلان خادمان این ساختار گفت این موضوع مخفی است و تفصیلات آن را شرح نمی‌دهد. بازداشت حداقل 10 خادم یکی از بانفوذترین ساختارهای حفظ حقوق مقامات بلندپایه آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال یکی از حادثه‌های بی سابقه گردید، ولی تا هنوز هیچ یک مقام دولتی از جمله رسانه‌های خبری حکومتی خبرهای مطبوعات مستقل را در برابر بازداشت این افراد شرح نمی‌دهند. از روی اطلاع رادیو آزادی در میان بازداشت شده ها دولت بیگ خیرزاده معاون سابق رئیس آژانسی، جمال الدین محمدزاده سردار ریاست تشکیلی و ناظراتی و فیروز خالمرادزاده مفتشان آژانسی ضد فساد هستند.